در روستای کوچک و دور افتاده کشاورز فقیر زندگی میکرد که با سخت کوشی فراوان در زمینهایش در تلاش تأمین قوتی برای خانواده بود و زندگی دشواری داشت و اغلب از سرنوشت خود شکایت میکرد. روزی هنگام شاخ زدن زمین و سنگ بزرگی برخورد. کشاورز با ناراحتی سنگ را از دل خاک بیرون آورد و با خود گفت این همه شانس من، حتی زمین هم پر از موانع است. او سنگ را به خانه آورد و در گوشه گذاشت، اما پسر کوچک کشاورز سنگ را با دقت نگاه کرد و گفت پدر، شاید این سنگ چیزی بیشتر از آنچه میبینیم باشد، بیا آن را بشکافیم. کشاورز ابتدا خندید و سپس با اصرار فرزندش تصمیم گرفت نگاهی دقیق تری بیاندازد. پس از تلاش بسیار متوجه شدند که داخل سنگ قطعه الماس بزرگ و درخشان پنهان شده است. کشاورز با شگفتی به الماس خیره شد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه میزد و پسرش گفت فرزندم، تو به من آموختی که هر چیزی در زندگی ممکن است گنج پنهان داشته باشد، حتی اگر بی ارزش به نظر برسد. مشکلات و چالش های زندگی شاید در ابتدا مانند سنگ های بی ارزشی به نظر برسند، اما با نگاهی عمیق‌تر، صبر و تلاش میتوان از آنها گنج هایی به ارمغان آورد. اگر به توانایی های خود و نعمت های پنهان در اطرافمان ایمان داشته باشیم، هر مانعی میتواند فرصتی برای رشد و تغییر باشد.